مردک قاضی دادگاه با قدیر عکس میگیره، تو چی میگی؟ بعد تو اومدی قدیر رو بردی؟ یه آدم نصف نیمه کسکش، تو خجالت نکشیدی؟ دست و پاشو ندیدی؟ اصلا تو صورت اینو ندیدی که یه جای صاف رو صورت این مرد نیست؟ اگر خودتو معرفی بکنی 1 درجه بخشش داری، اگر خودتو معرفی نکنی من بگیرمت، به روح مادرم قسم، به جان جوانیم قسم، به جان مردم قسم، به جان مردم قسم، بیرحمترین کارهای ممکنه رو، یعنی از غضب روت انجام میدم. تو 1 میلیون از من بورس میخوای که بگیرین قدیر رو بکشن، ببرن نمیدونم کجا دفنش بکنن، بعد خانوادگی برن کانادا. خار کسه بیا این کانادا، مادر جنده بشین روی این کانادا، خار کسه بیا کانادا، بیا در گوش من، برو خودتو معرفی کن، برو خودتو معرفی کن، وگرنه همون 100 میلیاردی که خارکسته دنبالش بودی جایزه میذارم برات. خودتو معرفی کن، عکستو میدم بالا، عکستم بدم بالا، نه که یه بار بدم بالا، روزی 50 تا استوری عکست میاد بالا. گرفتی چوری شد؟ آره آقا مردم، دیگه از امروز به این ور من نه در مورد قدیر صحبت میکنم نه در مورد این ماجرا، فقط این مادر جنده رو گرفتم به شما خبر میدم که اینو گرفتم. آره